تا حالا به این فکر کردید که چرا بعضی از افراد ساعتها و ساعتهای زیادی رو به دنبال تماشای فیلم‌هایی هستند که تمامشون از قوه تخیل نویسندگان کمیک بوکی ساخته شده؟ مارول سینماتیک یونیورس، جایی که در صدر همه چیز تخیلات و فانتزی ها قرار داره و پر از قهرمان‌های فداکار و دشمنانی بیرحمه. توی این ویدیو چند دلیل بهتون میگم که چرا باید برای تنوع هم که شده فیلم‌های کمیک بوکی بیشتر ببینید. سلام رفقا، سال نو بر همه مبارک و بدون معطلی بریم سراغ شروع این ویدیوی هیجان انگیز. دلیل اول داستان‌های عمیق و واقعیت نزدیک به هر شخصیت. فیلم‌های مارول تقریباً برای هر کاراکتر یه داستانی گفتن که باعث شده چیزی باشن که الان هستن. برای اینکه بهتر حرف منو متوجه بشین، دو مثال براتون روایت میکنم. شخصیت اول تونی استارک. اون در خانواده‌ای ثروتمند به دنیا آمد، اما همیشه زندگی آنچنان همواری نداشت. اون در کودکی با فقدان عاطفی روبرو بود، به خاطر اینکه پدرش همیشه مشغول کار و مادرش هم برای یه سری مشکلات روانی از اون جدا بود. همین باعث شد که اون بچه به دنبال استقلال و خودکفایی بره. در دوران نوجوانیش اون با مشکلات جدیدی روبرو بود. اون به دلیل فشار کار و انتظارات زیاد خانواده از اون به الکل اعتیاد پیدا کرد و این موضوع بر همه روابطش با دوستاش، با خانوادهش و غیره تأثیر زیادی گذاشت. تونی با همه اینها همیشه با احساس عذاب وجدانی زندگی میکرد که فکر میکرد اختراعاتش به دیگران صدمه میزنن. همین قسمت‌های تاریک و تلخ از زندگی گذشته تونی باعث شد که اون برای آینده‌ای روشن قدم برداره. شخصیت دوم پیتر پارکر. پیتر از همون کودکی تنها بود و فقط عمو و زنموی خودش رو به عنوان خانواده‌اش داشت. اون به خاطر همین موضوع بیشتر وقت خودش رو توی تنهایی به سر می‌برده و خب توی دوران نوجوانیش در دبیرستان هم مورد اذیت همکلاسی‌هاش قرار می‌گرفته، همونطور که توی فیلم‌ها و کمیک بوک‌ها دیدیم. در کنار تمام این اتفاقات تلخ، اون مجبور بوده که با مرگ عموی خودش کنار بیاد. در کنار اون فکر می‌کرده که مسئولیت این به عهده اون بوده و تمام این مدت حس عذاب و وجدان داشته. پیتر به زودی فهمید که راهی به جز ادامه دادن نداره و با تمام این بدیها باید برای بهبود زندگیش به سوی بهتر شدن قدم برداره. دلیل دوم پیام‌ها و نکات مهم اون فیلم‌ها هستش. گاهی اوقات در دنیای همین فیلم‌های سرشار از تخیل واقعیت‌هایی به تصویر کشیده می‌شدن که فقط برای درکشون باید کمی فکر می‌کردیم. برای مثال فیلمایی مثل مرد عنکبوتی 2، اونجرز اند گیم، مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز 2، دکتر استرنج، مرد آهنی و کاپیتان سیویل وار. جرئت میتونم بگم از پرمعنی ترین فیلم هایی بودن که توی عمرم دیدم و اگر بخوام در کنار این فیلم ها به صحنه ها و دیالوگ هایی که دارن اشاره کنم، خب دقیقاً انگشتم رو به سمت این چیزا میگیرم. Where did that bring you? Back to me. Jarvis, sometimes you gotta run before you can walk. Hang on, you're so there. But a thing isn't beautiful because it lasts. Just because something works doesn't mean that it cannot be improved. When you're ugly and someone loves you, you know they love you for who you are. Ready? You were in a race. I carried on and tried to keep going. And what if you're wrong? What if I'm wrong? Trying to fix what's broken is hard. It's hard. 43,000. خب رفقا، تا اینجای کار دو دلیل بهتون گفتم که فکر میکنم از نظر مفهومی بود. از اینجا به بعد چند دلیل دیگر رو مجزا از این دلایلی که گفتم میگم. دلیل سوم تنوع سبک فیلم ها توی MCU. تو میتونی با غمگین ترین حالت و غم انگیز ترین حالت بشینی و اونجرز اند گیم رو تماشا بکنی و در همون حین از طرف همین سینمای مارول میتونی بشینی سگانه ددپول هم ببینی و از خنده بترکی. همین تنوع از سمت همین استدیوی فیلمسازی مارول باعث شده که هر شخصی رو از هر سلیقه‌ای
به خودش جذب کنه و بیننده ها رو راضی نگه. کیفیت فوق‌العاده در استفاده از جلوه های ویژه توی فیلم های سینمایی مارول دلیل بعدیه. قطعاً یه استودیوی جهانی مثل مارول با اون سرمایه های هنگفت میلیون یا شاید هم میلیارد دلاری باید برای اثری که در سینما خلق میکنن خب طبیعتاً ارزش قائل باشن تا بتونن بیننده رو راضی نگه دارن. در کنار اینکه عوامل فیلم برای استفاده از جلوه‌های ویژه توی هر فیلم از بالاترین تکنولوژی و کیفیت کار استفاده میکنن، توجه دقیقی هم به طراحی‌های خاص و ریز در هر گوشه از صحنه دارن. برای مثال میتونیم به شهر نیویورک توی فیلم‌های مرد عنکبوتی اشاره کنیم که وقتی بیننده اون رو نگاه میکنه مثل اینکه اون یک واقعیت یا یه تصویر واقعا زنده رو داره مشاهده میکنه. خب برای اثبات تمام این حرفایی که گفتم میتونیم یه سری به پروژه های هنگفتی که طی این سالها توسط همین مارول ساخته شدن خب یه نگاهی بندازیم. برای مثال مرد عنکبوتی 2002 که یکی از بزرگترین پروژه های سینمایی بوده که با بیش از 200 میلیون دلار هزینه اکران شد. یا برای درک بهتر میتونیم به فیلم های مشابهی مثل Avengers Endgame با حدود 356 میلیون دلار، Avengers Infinity War 325 میلیون دلار، مرد آهنی 3 حدود 200 میلیون دلار، کاپیتان آمریکا سیویل وار حدود 250 میلیون دلار، نگهبانان کهکشان حدود 200 میلیون دلار و مرد عنکبوتی هومکامینگ با حدود 175 میلیون دلار هزینه. و در نهایت میشه به ارزشی که هر بازیگر برای نقشش داره اشاره کرد. آخرش اونان که همه چیز رو در ذهن ما ثبت میکنن. خب رفقا، اینا دلایلی بود که فکر میکنم برای کسایی که عاشق این سبک فیلم ها نیستن باید بیان میکردم. اما حالا شاید بعضیا بگن پس دیسی چطور یا مثلا سونی چطور؟ اول از همه بگم که ما با سونی کلا مشکل داریم. لجندا حرف منو میفهمن و خب اگه واقعا به اسم سونی علاقه دارین به نظر من برید دسته گلی رو به نام ونوم تماشا کنید و اگر شخصیت سختی دارید و نظر خاصی ندارید و میگید که مشکلی نیست خیلی خوب پیشنهاد میکنم که بری کریون شکارچی رو ببینی و اگه باز هم اون سلیقه تو اجازه نداد که بفهمی من دارم چی میگم خب دیگه راستیتش باید بگم مشکل از خودت. و اما نظرم راجع به دیسی خب باید بگم هیچی، تقریبا هیچی، به خاطر اینکه فکر نمی کنم چند تایی فیلم بیشتر ازش دیده باشم. فکر میکنم بتمن آغاز میکنه، اگه همینم اسمشو اشتباه نگفته باشم، جوکر 1 و 2 از دیسی کلا من همینا رو احتمالاً دیدم. جوکر 1 خیلی خدا بود، خیلی قشنگ بود و ونوم و جوکر 2 هم که دیگه خودتون میدونید چه شاهکارهایی از طرف سونی بود. امیدوارم که دیده باشید دیدار و حتما بفهمید. اما اگر متوجه نشدید اشکال نداره، میتونید برید لینکشو این بالا میذارم، میتونید برید یه سری بهشون بزنید که بیشتر درک کنید من چی میگم. نظری هم ندارم و به نظرم اگه هر چی شما میدونید و دوست دارید بیایید توی کامنت ها واسم بنویسید که از چه موضوعاتی خوشتون میاد و بیشتر ویدیو بسازم. یه چند وقتی نبودم کلا، اما شاید که این چنل رو زنده نگه دارم و برگردم. و در نهایت عیدتون مبارک. امیدوارم که سالی پر از انرژی، موفقیت و سلامتی داشته باشین. خوشحال میشم که اون دیگه ساب و لایک هم یادت نره که رفیقم داشت و همین دیگه، حرفی نیست و تا یه ویدیوی دیگه بدرود.